سلام. توی یکی از ویدیوهای یوتیوب یک پرامپتی رو من بهتون معرفی کردم توی سایت notion.so. توی اکانت خودم هست که به اشتراک گذاشتم، توی کانال تلگرامم قرار گرفته و میتونید از اون استفاده بکنید. اما توی همون ویدیو یوتیوب من گفتم که بچه‌هایی که توی دوره هستن، یعنی شمایی که دارید توی این دوره کسب درآمد دلاری از هوش مصنوعی شرکت میکنید، روش رو میخوام یاد بدم که خودتون یه جورایی یک مستر پرامپت بنویسید و از این به بعد به جای اینکه بیاید بین چندین هزار تا پرامپت آماده سرچ بکنید و بگردید و پیدا کنید، بهترین پرامپتی که میتونید بر اساس همون هوش مصنوعی و جدیدترین الگوریتماش پیدا بکنید در خصوص حوزه کاری خودتون یا اون چیزی که مد نظرتون داره رو ما به دست بیاریم و بنویسیم و بگیم که چجوریه. چیکار میکنیم بچه‌ها؟ میایم توی چت جی پی تی به عنوان نمونه. شما میتونید از موارد دیگه استفاده کنید، مثل کوپایلت یا جمینای یا هر مورد دیگه، هر هوش مصنوعی دیگه. من این پرامپت رو در اختیارتون قرار میدم، اینجا پیستش میکنم، نوشتمش، براتون میخونم. بذارید اگر راستشین بشه که حالا راستشین نمیشه، حالا اشکال نداره، اینجا میخونمش. ببین نوشتم لطفاً به عنوان یک پرامپت نویس حرفه‌ای عمل کن. تو اولین جمله چی گفتم؟ شغلشو بهش معرفی کردم. یعنی چی؟ یعنی الان شغل ایشون کفاش دیگه نیست، نقاش نیست، آشپز نیست، با علم هر چیزی نمیخواد صحبت بکنه، بهش تخصصش رو معرفی کردن که به صورت تخصصی توی این حوزه بخواد عمل بکنه. میخوام یک پرامپتی رو به هم بگه که اون حرفه‌ای و کامل و جامع باشه. پس یک پرامپت نویس حرفه‌ای باید باشه، در اون نقش باشه. پس نوشتم به عنوان یک پرامپت نویس حرفه‌ای عمل کن. وظیفه تو اینه که به من کنی تا بهترین پرامپت ممکن رو برای نیازهام بسازم. خب پس شغلش رو معرفی کردم، حالا وظیفه‌ش رو معرفی کردم. بهش گفتم که چه وظیفه‌ای داره، چه کاری باید انجام بده. در ادامه چی نوشتم؟ تو خط سوم نوشتم هرگز در طول گفتگو این وظیفه خودت رو فراموش نکن. اگر زیاد کار کرده باشی با این هوش مصنوعی، یا دقت کردید یه مقدار که جلو میرید بعد میبینید اصلا یادش میره اون اولش ما چی میخواستیم، چه جوری بود، راجع به چی موضوعی صحبت میکردیم، اینقدر تو حواشی میره، شاخه تو شاخه میشه، اصلا یادش میره که هدف اصلی چی بوده. به خاطر همین وقتی اینجا میایم تاکید میکنیم که در طول گفتگو وظیفه خودتو فراموش نکن، میاد میبینه که وظیفه‌ش چی بوده. وظیفه‌ش بوده که دنبال یک پرامپت خوب باشه. خب پس دیگه یادش نمیره، یا لااقل به حداقل میرسونیم این خطا و اشتباه هوش مصنوعی رو. بعد نوشتیم که پرامپتی بنویس که قرار است توسط چت جی پی تی استفاده بشه. حالا اگر قرار بود شما تو جمینای استفاده بکنید یا کوپایلت یا هر چیز دیگه‌ای، اون رو بنویسید. چرا؟ چون این هوش‌های مصنوعی میرن تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، میخونن، مثالها رو یاد میگیرن که دیگران توی کدوم هوش مصنوعی چجوری به کار بردن که نتایج بهتری رو گرفتن. به خاطر همین وقتی میم این رو می‌نویسیم، میخوام پرامپتی رو بنویسن که توی چت جی پی تی استفاده بشه، دیگه خودش بر اساس الگوریتمی که خودش داره میاد بهترین نتیجه رو میخواد به ما بده. این چند خط اول خیلی مهمه که حتما نوشته بشه. بعد میام اینجا رو من جدا میکنم که بهتر ببینید. در ادامه چی نوشتم؟ برای انجام وظیفه‌ای که داری باید تمام مراحل زیر رو حتما انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی ازش خواستم یک وظیفه انجام بده، برای اون وظیفه باید یک سری مراحلی رو طی بکنه. یعنی یک دستورالعمل من دارم می‌نویسم براش. اینجا نوشتم الف فلان باید این کار بکنی، ب باید این کار رو بکنی و جلوتر هم جیم باید این کار رو بکنی. الف چی بوده؟ بهش گفتم برای اینکه پرامپت رو بنویسی، اینجا باید بیام روی الف. اول باید از من بپرسی که پرامپت در مورد چه چیزی باشه. اول یه سوال ازم بپرس. پرامپت در چه خصوص میخوام؟ راجع به آشپزی ایتالیایی میخوام؟ راجع به درمان خانگی سرماخوردگی میخوام؟ چی میخوام؟ اول از من بپرس پرامپت راجع به چی میخوام، بعد بیا برای من اون رو تولید بکن. نوشتم من بهت جواب میدم، اما ما باید با ادامه دادن مراحل بعدی و از طریق تکرارهای مداوم پاسخم و پرامپت رو بهبود بدیم. پس بهش میگم یه سوال ازم بپرس، منم یه جوابی بهت میدم، ولی ما باید اینو تکرار بکنیم و بریم جلوتر. با همون تک سوال و تک پاسخ به پرامپت عالی تو نمیرسیم. به مرحله دومی که باید انجام بده، بر اساس پاسخی که دادم تو باید 3 بخش تولید بکنی. اینجا متاسفانه حالا راستشین نمی‌کنی که درست
بتونید بخونید. نوشتم پرامپت، حالا اینجا داره چپ چینش میکنه، اینتر رو بزنم قطعا درست میکنه، از سمت راست مینویسه براتون. نوشتم 3 مرحله باید تولید بکنید. مرحله پرامپتی که مناسب میدونی رو ارائه بده. این پرامپت باید واضح، مختصر و به راحتی توسط چت جی پی تی درک بشه. بخش دوم، پیشنهاداتی در مورد اینکه چه جزئیاتی رو برای بهبود پرامپت باید شامل بشه ارائه بده. یعنی پس اول یه پرامپت بده بر اساس جوابی که من بهت دادم، بعد یه سری پیشنهادات بده که چجوری میتونم اون پرامپت رو بهتر بکنم، چون من که علمی ازش ندارم. بعد قسمت سوم سوالاته. هر اطلاعات بیشتری که نیاز داری بدونی رو که پرامپت رو بهتر بنویسی از من بپرس. در ادامه بهش میگم که آقا تو پرامپت تو بده، پیشنهاد بهتر شدنش هم بده، ولی ازم اگر نیاز داری که سوال بپرس که بهتر بتونی و دقیق‌تر بتونی که پرامپت جامع و کاملتری به ما بدی. یه قسمت جیم هم داشتیم یادتون باشه، ما این روند رو با هم تکرار میکنیم، ادامه میدیم و تو مدام پرامپت اصلاح شده رو به من میدی، تو هر زمان که خودم بگم به پرامپت مورد نظرم رسیدم و دیگه کافیه، نیاز نیست ادامه بدیم. اوکی؟ اگر آماده ای شروع کنی. من الان اینو ارسال میکنم، این پرامپتی که نوشتم. قبل از اینکه برم این پایین این دکمه رو بزنم، این پایین جوابش رو ببینیم، یک بار دیگه اینجا رو نگاه بکنید، از راست به چپ شده، الان بهتر میتونی بخونی. پس بهش یه سری توضیحاتی اول دادم، بعد بهش گفتم یه بخش الف به جیمی داریم که خود اون به 3 تا مرحله هستش، 3 تا کار رو باید انجام بده. خب میایم پایین، اینجا چی نمیشه؟ میگه بسیار عالی، برای شروع ابتدا بگو پرامپتی که میخوای بنویسی در مورد چه چیز باشه و چه هدفی رو دنبال میکنی. اینطوری میتونم اول نسخه رو برات آماده کنم و روند بهبودی فلان. خب ما چیکار کنیم؟ بذار یه مثالی بزنیم که جهان شمول باشه، برای شما هم نتیجه بده. شما مثلا الان دارید تصویر میسازید توی سایت هوش مصنوعی به فروش میرسونید، یا دارید تصاویر میسازید توی کانال پیج اینستاگرام خودتون قرار میدید دیگه. بذارید پس راجع به اینستاگرام بگم که به کار اکثرتون بیاد. مینویسیم که میخوام اعضای اینستاگرام خودم رو بیشتر و اونها رو وفادار کنم. خب این همچین چیزی. خب بذار ببینیم چی میگه. عالی، حالا بر اساس هدفی که داری پرامپت اولیه می‌نویسم فلان. خب این اومد یه بخشش رو به انگلیسی نوشت. ببین 3 تا بخش رو داره میگه. یادتون باشه من گفتم که پرامپت رو بگو، بعد پیشنهادات رو بده، بعد سوالات رو از من بپرس. اینجا پرامپت رو نوشته که حالا بهش میگیم که فارسی بکنه، اون مهم نیستش، از سوتیاشه که الان اومد یه لحظه به انگلیسی نوشت. پیشنهاداتی رو داده، میگه هدفت اینه که به یه هدف خاصی برسی یا فلان. اینجا باز یه سری توضیحات داده، میگه روش تبلیغات میخوای کار بکنی یا ارگانیک میخوای رشد بکنی. اینجا هم یه سری سوالا رو پرسه، یا تو ماشین این 3 تا بخشو گفتم باید بهم تحویل بدی. میگه چه نوع محتوایی رو بیشتر پست میکنی، تصاویر هنری فلان. میگه این سری توضیحات داده، یه سری سوالا رو داره از من میپرسه، زمانبندی و تحلیل و چند وقت یک بار پست میذاری اینا. یه سری سوالا رو داره از من میپرسه که بتونی پرامپت بهتری رو بده، که حالا با توجه به توضیحاتی که گفته میگه که بیشتر مخاطبین من آقا هستند، مثلا زیر 45 سال سن دارن، مثلا دیگه چالش علاقه دارن. حالا الکی دارم میگیم، دارم اون سال بالا رو، توضیحات بالا رو بر اساس اونا دارم یه چیزی می‌نویسم. علاقه دارن دیگه. گفته تبلیغات نمیخوام تبلیغات کنم، مثلا فرض بکنید مثلا میخوام به 10,000 عضو برسم. دیگه چی نوشه؟ تصاویر مثلا تصاویر هنری، حالا شانسی حالا درست گفته، تصاویر هنری پست میکنم هفته ای 1 بار پست تولید میکنم. حالا بر اساس چیزایی که اون بالا نوشته بود همینطوری من یه سری چیزای الکی همینطور نوشتم. بذار ببینیم چی میگه. خیلی خوب، حالا اطلاعات بیشتر پرامپت بروز شده فلان ملان، اینا یه چیزی رو نوشت. باز پرامپت رو
نوشته باز یه سری پیشنهادات و سوالا اینا رو داده که باز من میتونم اینجا راجع به استوری ها لایو و اینا گفته که چه کارهایی انجام بدم و اینا. ولی من میگم پرامپت رو به فارسی بگو، پرامپت رو به فارسی بگو. حالا بچه برای اینکه این اشتباه صورت نشه چیه، ما اون اولش اینجا میگم همیشه به فارسی صحبت بکن. همینجا که بهش گفتم هیچ وقت فراموش نکن وظیفت چیه و اینطور چیزا، یک جمله‌ای رو خودتون اضافه بکنید به این پرامپت، بگید که همیشه به زبان فارسی پاسخ بده. همین، این باعث میشه که دیگه این اشتباه رو انجام نده. حالا من این دوباره بهش میگم که آقا به پرامپت رو به فارسی بگو. حالا پرامپت رو بروز شده فارسیش میگه آقا این پرامپت خوبه، چطور میتونم تعداد دنبال کننده اینستاگرامم رو به 10,000 نفر برسونم؟ مخاطب من میشه آقایون زیر 45 سال هستن که محتوای طراحی گرافیک هنری و چالش های خلاقانه علاقه دارن. من هفته یه بار پست منتشر میکنم، قصد ندارم از تبلیغات پولی استفاده کنم. لطفا استراتژی هایی برای افزایش تعامل، افزایش لاگ، میگه اینو تو بگی خیلی خوب، من بهت خوب جواب میدم. خب بر اساس سوالایی که پرسید میگه آقا این پرامپت رو بنویس. فرض بکن اینجا یه دونه ما چت جدید باز میکنیم، این پرامپت میشه که مورد نظر شماست برای اون کسب و کار شما. حالا هر چیزی بود، من مثال اینستاگرام زدم، اینتر رو من میزنم، الان بر اساس این پرامپت میاد به من جواب میده. الان کاری به اون گفتگوی قبلی نداره، میگه خب باید این کارا رو بکنید، پست‌های منظم بذارید، محتوای چالشی بذارید، فلان اینطوری، مسابقه طراحی بذارید، کاربرا رو تشویق کن که فلان بکنن، نظر سنجی بذار، میگه مثلا هفته‌ای در یک روز و یک ساعت مشخص بذار و اینطور چیزا. همون چیزایی که تو دوره‌های اینستاگرام 10-20 میلیون تومان میگن به کاربرا میگن، همونا رو داره الان توضیح میده. میگه قشنگ داره میگه چه کارهایی بکن، هشتگ‌های هدفمند و فلان، استفاده از محتوای ویدیو ریلز بذار، نمیدونم این کار کن، مشارکت با دیگر پیج‌ها، حالا که نمیخوای پول بدی پس بیا تبادل یعنی بزن. بعد باز توضیح داده فلان، استوری و لایو چجوری برگزار بکنه و اینا، کال تو اکشن قوی. مثلا فرض بکنیم میگم گزینه 7 رو بیشتر توضیح بده. خب اینجا باز توضیح به من داده، من میگم مثلا گزینه لطفاً برای گزینه 7 مثال بزن و بیشتر توضیح بده چه کار کنم. از اینجا به بعدش بچه‌ها این دیگه دست خودتونه که وارد چه بحثایی بشید. موضوع این بودش که چه پرامپتی رو برای چه کاری چه جوری دقیق بنویسیم که به اون طریق با اون پرامپت مستر اولیه که من گفتم میتونید این کار رو بکنید. اولین بار بود من حالا میدیدم انگلیسی می‌نویسه، ولی شما میتونید فارسی رو اضافه بکنید. میگه خیلی خوب، گزینه 7 راجع به کال تو اکشن بوده که دعوت تعامل بوده، بخاطر این چند تا مثال میزنه. درخواست لایک و کامنت بکنید، در کپشن ها اینطوری منتشر کنید، میتونید شکل‌های خلاقانه به کار ببرید، اگر این طرح دوست داری لایک کن و فلان بکن، اینطوری بنویس و غیره. تشویق به اشتراک گذاری بکن، چه جوری تشویق بکنی، اینطوری بنویس. بگو برای ذخیره کردن بهشون بگو این کار بکن. ببین قشنگ داره آموزش اصلا بهت میده که اینستاگرام چیکار بکنی. خب اینا حالا یک مثال بودش من در زمینه اینستاگرام زدم. خب مثلا کدوم طرح رو بیشتر دوست داری، A یا B، تو کامنت ها بگو فلان. حالا من میام بالا، موضوع اینه که با اون پرامپت اولی ما میشه چجوری مثلا اون اولش اگه ما می‌خواستیم شروع بکنیم هیچ کدوم از اینا برامون مهم نبود، تعداد اعضا، جنسیتشون، سنشون و غیره، اینا رو از ما میپرسه و ما باید بهش جواب بدیم. ما همون اول بهش میگفتیم کمکم کن پست اینستاگرامی خوبی بذارم. دیگران اینطوری پرامپت می‌نویسن، چطوری یک پست یه پیج اینستاگرام خوب داشته باشم، مثلا کلا اینطوری یه چیز کلی می‌نویسم. ولی وقتی وارد جزئیات بشی بر اساس علمی که داره میاد خیلی دقیق‌تر بهت توضیح میده و راهنمایی میکنه. حالا این موضوع رو شما برای یعنی اون پرامپت اولیه رو شما تو هر زمینه‌ای که دلتون خواست میتونید به کار ببرید و حتی پرامپت هاتون رو به فروش برسونید. سایت‌هایی هستن که پرامپت هاتون رو میتونید توش قرار بدید و به فروش برسونید. ولی اینطوری دقیقاً میتونید بر اساس همون هوش مصنوعی و علم بروزی که داره و تجربه‌ای که داره، بهترین پرامپتی که میتونید ازش بگیرید از خودش بگیرید که خودش به ما بگه اینو بنویسید برام که بهتون توضیح بدم. خب از این روش استفاده بکنید، چندین بار استفاده بکنید. من واقعا میشه گفت که این الان بدترین مثالی بودش که الان زد و کار کردش. واقعا نتایج خیلی بهتری رو ازش گرفتم. مطمئنم که شما هم اگه اینو انجام بدید به نتایج خیلی خوبی میرسید. به خاطر این پرامپت رو هم من توی یک فایل تکست قرار میدم، در اختیارتون قرار میدم. توی فایل دانلود هم میتونید ببینیدش، اسمشو میذارم مستر پرامپت که بتونید پیداش بکنید. یه فایل تکست اینطوری میتونید
در هر حوزه‌ای که میخواید پرامپت رو به دست بیارید. دیگه نیاز نیستش بیاید اینجا 400 بگید راجع به ایمیل مارکتینگ میخوام بکنم، راجع به یوتیوب مارکتینگ میخوام بکنم، راجع به SEO میخوام بکنم. همین SEO میدونید چقدر درآمد داره؟ دیگه خیلی دقیق و سریعتر نیازهای مخاطبتون رو میگیرید. مثلا تو سایت فریلنسری دارید کار میکنید، به شما پروژه SEO دادن، دقیقاً میگید همین سوالا رو که ازتون میپرسه رو میرید همین سوالا رو از اون مشتریتون میپرسید. چه هدفی داری؟ مخاطبینت چیه؟ چه حوزه بیشتر گرافیکیه مثلا متنی؟ همین سوالی که ازتون میپرسه دقیقاً میرید شما از اون طرف که سفارش ازش گرفتید، مثلا تو سایت پیپل پر اور، خب که توی اون مثالم زدم پیپل پر اور، مثلا میگیم اینجا میگیم آقا یکی میخواد استخدام میکنه پراجکت، میگیم SEO. بذار این تو من بهتون نشون بدم چون تنبلید نمیرید خودتون. میگم من چیکار کنم؟ SEO آقا جون این 593 یورو، 593 یورو 70,000 تومان میزنه 41 میلیون تومان میگیره که بیاد SEO بکنه. چیکار میکنه؟ SEO اکسپرت و اینا، حالا مبالغ این یکی 1400 تا. خب SEO میکنن دقیقاً چیه؟ یک سری سوال از مشتری میپرسن، مشتری یه سری پاسخ‌ها رو میده، ولی شما نمیدونید چه سوالایی بپرسید. چت جی پی تی بهتون میگه این سوالا رو بپرس، هر سوالی ازتون پرسید اونا رو برید مستقیم از کارفرما بگیرید، بپرسید، جوابو که گرفتید بیا به این چت جی پی تی بده، بعد اینجا به شما پاسخ میده بر این کار کن، اون کار کن، این کار کن، و بعد اونها رو میبرید به اون طرف تحویل میدید یا خودتون میرید اون پروژه رو انجام میدید. دیگه دست خودتون هستش دیگه. خلاصه اینکه میتونید همین رو خیلی گسترشش بدید و نتایج خیلی بهتر بگیرید. پس این مستر پرامپت هم در اختیارتون قرار میدم. دوستتون دارم، عاشقتونم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. بوس بوس بای.